دهم رمضان در آینه تاریخ. رمضان ماه فتح و پیروزی، رمضان ماه انقلاب و تغییر. ده رمضان از پیروزی ها و غم ها حکایت ها دارد. وفات مادر مؤمنان خدیجه کبری رضی الله تعالی عنها. در دهم رمضان پس از 10 سال از به پیامبری برگزیده شدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، 3 سال قبل از هجرت به مدینه موافق با سال 620 میلادی، مادر مؤمنان خدیجه دختر خویلد، همسر گرانقدر پیامبر و اولین زنی که به اسلام پیوست، به دیار جاویدان پرکشید. سال وفات ایشان را مسلمانان به سال غم و اندوه نامگذاری کردند. حرکت به سوی فتح مکه مکرمه. در دهم رمضان سال 8 هجری موافق با اول ژانویه 630 میلادی، سپاه اسلام از مدینه منوره به سوی مکه مکرمه حرکت کرد. سال 8 هجری سال فتح نامیده می شود. با فتح مکه مکرمه دولت اسلامی شکوفایی یافت و آن فجر پیروزی بر همه شبه جزیره عربستان بود. کشته شدن نظام الملک. در دهم رمضان سال 485 هجری قمری موافق با 13 اکتبر 1092 میلادی، نظام الملک ابوالحسن علی ابن اسحاق که مدت 30 سال وزارت سلطان آلبرسلان و پس از او فرزندش ملک شاه را به عهده داشت، به قتل رسید. نظام الملک مردی دانشمند و سخاوتمند و بردبار بود. او به برپایی مدارس و دانشگاه‌های علمی در سرزمین‌های اسلامی شهرت دارد. مدارس نظامیه یادگار اوست. نبرد منصوره. در دهم رمضان سال 648 هجری قمری موافق با سال 1250 میلادی، اولین پادشاه زن مصری شجرت الدر، همسر پادشاه صالح ایوب، در نبرد منصوره بر پادشاه صلیبیان مهاجم لویس نهم پیروز شد و لویس به اسارت درآمد و بسیاری از سپاهیانش به هلاکت رسیدند. جنگ 6 اکتبر 1973 میلادی. در دهم رمضان سال 1393 هجری قمری موافق با 6 اکتبر 1973 میلادی، سپاهیان مصری توانستند در نبرد عبور بر لشکر صهیونیستی یهود پیروز گردند. این پیروزی بعد از جنگ‌های بسیاری که عرب‌ها از یهود شکست خوردند نصیب مصریان شد.